و شما را که یک وقتی به سبب میل داشتنتان به اعمال بد بیگانه و دشمن بودید، حالا در جسم بشری او به واسطه مرگ او آشتی داده است تا که شما را نزد خود مقدس و بی عیب و نقصان حاضر کند، فقط به شرطی که شما در ایمان متین و استوار باشید و از امید بشارتی که شنیده اید جدا نشوید که آن به تمام مخلوقات زیر آسمان موعظه کرده شده است و من پاولوس خدمتگزار آن گردیده ام. الحال در عقوبت‌های خود برای شما شادمانم و کمی اندوه‌های مسیح را در جسم خود برای بدن او که کلیساست پر میکنم که من خدمتگزار آن گردیدم موافق وکالت خدا که برای شما به من عطا شده است تا که موعظه کلام خدا را به جا آورم، یعنی آن سر را که عصرهای عصر از نسلها نهان بود و حالا به مقدسان او آشکار شده است که به آنها خدا توجه نموده آگاهی داد که ثروت جلال این سر را برای خلقها آگاهی دهم و آن سر این است که مسیح در شما امید جلال است و او را ما موعظه نموده به هر کس میفهمانیم و به هر کس هر حکمت را یاد میدهیم تا که هر کس را در عیسی مسیح کامل گردانده حاضر کنیم. برای همین هم من مهنت میکنم و با تأثیر قوت او که در من قادرانه عمل میکند جد و جهد مینمایم